قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حرف اول و کلمه اول شکر پروردگار است که از ربمون و پروردگارمون قدردانی بکنیم و در واقع زبان تشکر را نداریم و جمله که بتوانیم از عهده شکر براییم هم نزد من نیست جز کلمه الحمدلله رب العالمین. خدا را سپاس بگیم و خدا را تشکر میکنیم با لفظ الحمدلله رب العالمین که الله رب العزت این کتاب عزیز را و این کتاب زیبا را به سوی ما نازل کرده است. کتابی که ما را به خیر و صلاح دنیا و آخرت راهنمایی میکنه، راه سعادت را و راه سربلندی را جلوی ما گذاشته است. آخری کتاب خدای عز و جل و جامع ترین کتاب و کامل ترین کتاب است. همانطور که دین اسلام دین کاملی است و دینی است که در او اعتدال کاملا مراعات شده و دینی که الله تعالی او را آسان قرار داده است، دین پسندیده و مرضی عند الله تا قیامت، راهنمای بشر قرآن و تا قیامت دین اسلام قانون و آیین و دستور زندگی انسانها و بشر و مسلمانان است. این کتاب را که این همه راهنمایی و هدایت و مسائل در این کتاب آمده است، اگر این بشری میخواست بنویسه و انسانها میخواستن شاید 1000 جلد هم سر میکشید، شاید صدها جلد این کتاب میشد که بالاخره باری یک ماشین و یا بگیم بار شطوری میشد. ولی الله سبحانه و تعالی بعض جا در مسائل یک دریای را از مسائل در یک جمله بیان میکنه، در یک آیه بیان میکنه و پروردگار این کتاب مختصر که در یک جلد به راحت دستمون میگیریم، توی کیفمون میگذاریم در سفر که بریم و به راحتی برداشته میشه. و این کتاب را الله بهترین کتاب و مختصر الله تعالی این کتاب مطالب بیان کرده، جامع کامل و ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ما در این کتاب آنچه که نیازی برای هدایت بشر و سعادت بشر، نجات بشر، الله هیچی کمی نکرده است، همه چیز بیان کرده و بشر خوب راهنمایی کرده است. لحاظا این اولی شکر پروردگار ما هم با زبان باید ادا بکنیم، هم با عمل که به این کتاب عمل بکنیم و این کتاب نشر کنیم و این کتاب تلاوت کنیم بار بار و به این کتاب دل بدیم و علاقه داشته باشیم به این کتاب که در مقابل تلاوت هر حرفش به ما 10 ثواب تعلق میگیره. هم مایه روشنایی دنیا و آخرت ماست، مایه شفا و علاج دنیا و آخرت، علاج جسم ما، روح و روان ما و علاج همه مشکلات ما قرآن عظیم الشان. و افسوس میکنیم که امروز قرآن عظیم الشان در جهان اسلام کمتر استفاده میشه. مسلمانان قرآن کم تلاوت میکنه. گلایه داریم از علما و از علمای جهان اسلام، گلایه داریم از حافظان جهان اسلام. گلایه من نیست، گلایه قرآنه که کم تلاوت میکنه. این قرآن هرچی بیشتر خوانده میشه، بیشتر تلاوت میشه، شبها در نماز خوانده میشه، روز تلاوت میشه، مطالعه میشه، بررسی میشه،
و روی تجویدش کار کنم، روی عرض کنم که معنی و مفهومش کار بکنم. هر چه کار کنم کمه. ما نمیگیم هیچ کار نیست، تلاوت هست، ولی کما حقه نیست، او اندازه که باید باشه نیست. و ما جا داره که بنده تشکر کنم هم از و دعای خیر در حق که همکار بسیار عزیز و گرامیمون جناب مولانا بدری، استاد تفسیر حوزه دارالعلوم زاهدان، الله تعالی به عمرشون برکت عنایت کنه و ایشون جزای خیر بده که واقعا 2 ماه زحمت میکشه. یک دوره کامل قرآن عظیم الشان تفسیر کردن کار آسانی نیست و بغیر از توفیق الله تعالی میسر نیست. این توفیقی که الله به ایشون داده فلله الحمد والمنه که 2 ماه یک دوره کامل قرآن عظیم الشان تفسیر میکنند، همه اندازه که میسری. البته توی 2 ماه اگر آدم بخواهد که و آهسته آهسته بخونه و سری نره و بر روی هر آیت فکر کنه و هر آیت را جدا جدا تفسیر کنه، نمیشه توی ما ظرفیت توی 1 سال هم کمی برای تفسیر قرآن. ولی بالاخره یک برای کسانی که فرصت ندارند و به هر حال میکنم با تفسیر آشنایی پیدا بکنم، در 2 ماه انشالله شرکت بکنن، اونا راهنمایی حاصل راهشون را میابند. بسیاری که الحمدلله اهل سواد و اهل علم و طلاب میتوانند به یک دوره شرکت کنند، به هر حال متوجه بشه که قرآن نیازی که با استاد کسی بخونه لازمه. همینطور که ناظره قرآن باید با استادی خوانده بشه، روخانی قرآن، و همینطور ولو که طرف پروفسور باشه، طرف دکتر باشه، ولی باید درسای از قرآن از کسی دست بگیره تا روش تلاوت را و نحوه تلاوت و کلماتی که اینجا نوشته شده اشتباه نخوانه. و همینطور اگر یکی پروفسور و یکی استاد دانشگاه نیازی که زانو بزنه پیش استاد تفسیر تا روش تفسیر متوجه باشه. برای هر فن یک استاد داره، هر علم ماهر داره. نمیشه یک اهل علم کتابای پزشکی را مطالعه بکنه و بگه که من معالجه میکنم. باید یه مدتی از استاد، از پزشک راهنمایی میگیره. اینجا هم هر یکی به اندازه استعداد و توانایی علمیش یکی کم راهنمایی کم نیاز داره، یکی راهنمایی بیشتر نیاز داره. ولی راهنما و استاد برای قرآن عظیم الشان ضروری است و توصیه میکنیم ما همه دانشگاهیان عزیز و همه انسانهای فرهیخته و تحصیل کرده که حتما با یک دوره شرکت کنند در قرآن عظیم الشان و تا انشاءالله اون راهنمایی حاصل بکنند. سومی تشکر بعدی ما از همه شرکت کنندگان خاطر داخل ایران که مثال چون بیشتر با اینترنت کار شده و با توجه مریضی نتوانسته که بالاخره طلاب شرکت بدیم حضوری، لحظه هر چه کار شده با اینترنت شده است و شکر گزارم و دعای خیر میکنم در حق همه کسانی که در داخل کشور یا بیرون به این درس تفسیر شرکت کرده. واقعا اگر اینترنت یکی از نعمتهای بزرگ است، درست آسیب داره، آفت داره، ولی منافعش هم بیشماره که قرآن عظیم الشان میشه تفسیر کرد و همه عزیزان و علاقمندان و شایقین از هر جا به این تفسیر شرکت کردند. الحمدلله این هم نعمت عظیم و نعمت بزرگه و در حق اونم هم دعای خیر میکنیم و تبریکشون هم میگیم که اونها توفیق داشتن که وقت بگذارن و در جلسات قرآن تفسیر قرآن شرکت کنن. دعای همه ما آن است که الله تعالی از هم از جناب مولانا که این زحمت کشیدن و الله تعالی قبول بکنه به برگاه خودش و این را خدمتی قرار میده.
و مایه عفو گناهان همه ما قرار بده، همه شماها که فکر کردید قرار بده. بله و الله تعالی این سلسله را به مولانا صحت عنایت کنه و سلامتی بده که هر سال این سلسله دوره قرآن عظیم الشان، دوره کامل قرآن، تفسیر قرآن هر سال انجام بگیره و این مایه خیر و مایه برکت بزرگی است. این دو تا سوره را دوستان گذاشتم، من بنده به ما اصرار کرده که مولانا خودشون این را تفسیر بکنه که به همون روشی که قرآن تا اینجا درس داده و اینها را هم خودشون تکمیل بکنه، ولی اصرار کرده که نه شما اینها را بخونید پایانشون را. لحاظا این دو تا سوره زیبا که تلاوت شدن در روایت آمده، حدیث آمده که حضرت فرمود که دیشب دو تا سوره بر من نازل شده که نه مثل اینها در قرآن هست و نه مثل اینها در تورات هست و نه در انجیل، در کتاب گذشته هست. یعنی این دو تا سوره بی نظیر و بی مثل و اینها نعمت بزرگ و توجه داشته باشید. مختصر ربطی که قبل از این دو تا سوره، سوره قل هو الله احد، سوره اخلاص و سوره اخلاص از اول تا آخر بیان توحید پروردگاره. به تعبیری میگیم که آقا قل هو الله احد شناسنامه پروردگار است. همونطور که همه ما شناسنامه داریم و توی شناسنامه ما نوشته فلانی فرزند فلانی، فامیلش فلانی، مشخصات کامل در شناسنامه موجوده و این مشخصات کامل رب العالمینی که در سوره قل هو الله احد الله بیان کرده است و تمام انواع شرک الله تعالی رد میکنه در سوره اخلاص و توی جهان شرکای مختلفی موجوده و لحاظا بعض منکر اصل خدا، وجود خدا که جا در این سوره آمده که الله وجود داره، اللهی که خالق همه کائنات و جهان آفریده، الله موجوده و الله یکی است، دوتا نیست و دیگر الهکم اله واحد قل هو الله احد. و اونهایی که معتقدن که خدای هست و بعد با الله تعالی یک سری شریک میگیرند و حاجت روا و مشکل کشا و به دیگران پناه میبرند، او هم شرکش رد شده. الله الصمد و کسانی که میگه الله فرزند داره، از عیسی را فرزند خدا قرار میده، از عزیر فرشتگان الله رد میکنه که لم یلد و لم یولد و نه الله تعالی اصول داره نه فرو داره، نه پیدا شده از کسی مثل انسان ها میگه فرزند فلانی. الله پدر و مادر پاکه و نه الله تعالی فرزند داره، فرزند هم رد میکنه. لحاظا خدا عز و جل واحد و لا شریک متفرده و هیچ معبود جز خدای عز و جل نیست. برای همین خاطری قل هو الله احد ثلث قرآن قرار گرفته و معلوم میشه که یک سوم قرآن عظیم الشان توحیده و لحاظا توحید خیلی چیزی بزرگ و مهمه و محور عظیمی است و لحاظا در این سوره ها دو تا سوره الله پناهندگی را ذکر کرده و خودشون هم ارتباط دارن که پس وقتی که غیر از الله دیگه هیچ معبودی نیست و حاجت روا و مشکل کشایی نیست، تنها معبوده و تنها لایق پرستشه و حاجت روا هست و مشکلات برطرف میکنه و ضرر دفع میکنه و نفع جلب میکنه، باید به او پناه برد و اینجا پناهندگی به الله تعالی. این دو تا سوره مخصوص پناهندگی به الله تعالی و ربطشان و ابتدای قرآن میگه که در ابتدا قرآن استعانت به پروردگار آمد. بسم الله الرحمن الرحیم
استعانت به رب العالمین از خدا کمک گرفتن استمداد. و در سوره فاتحه اهدنا الصراط المستقیم بود. بالاترین سوال و بالاترین خواسته بشر هدایت که در آغاز قرآن از الله تعالی خواسته شده است و کل قرآن با تفسیر همه هدایت در راسته همه هدایت دور میزنه و هدایت را تشریح میکنه و راه را به ما نشان میده. و لحظا در پایان این آمده است که بالاخره کسانی که بر سر هدایت قرار میگیرند، کسانی که وارث قرآنند، کسانی که وارث این دین دشمن پیدا میکنند و لحظا دشمنی سخت‌ترین دشمنی دینه و لحظا اینها دشمنان به هر وسیله متوسل میشن، ضربه میزنن، از آن جمله به سحر و جادو و بالاترین دشمن که شیطانه و وسوسه و انواع ضرر به صورتهای مختلف ضرر میزنن. در دفعه کسی بیتی مردمان که کاین تو راهنماییش کنم کجا جا هست خیلی خوب و بعضی را اشتباه. بله عرض میکردم که لحظه این دو تا سوره آمده است که ما پناهندگی به الله تعالی حاصل کنیم، به خدا پناه ببریم و تنها رب العالمین که ما را از شر شیاطین جنی و انسی و هر نوع ضرر و زیان ما را حفاظت میکنند. در رابطه با شان نزول این دو تا سوره آمده است که آن حضرت صلی الله علیه وسلم را جادو کرده. این روایت از در احادیث متعدد در الفاظ مختلف وارد شده و جادو کردن آن حضرت صلی الله علیه وسلم را و بعض روایت اینطور نشان میده که 6 ماه این جادو بر آن حضرت اثرش بود و کارهایی را که آن حضرت انجام داده بود خیال میکردی که انجام نداده. معلوم میشه که به انبیا هم جادو اثر میکنه، چون جادو چیز عادی هست و تحت اسباب و لحاظا همینطور که انبیا مریض میشن تبشون میکنه، سرمایشون میگیره، مریض میشن. انبیا علیهم السلام همینطور جادو هم میتونه به اونها اثر بکنه. البته جادو به اذن الله اثر میکنه، تا اذن الله نباشه جادو نمیتونه اثر بکنه. و ما یزارون به من احد الا باذن الله، مگر با اذن فرمانده. لہذا حکمت الله این بود که جادو اثر بکنه و بعد آن حضرت دعا کردن بر الله و الله تعالی. بعض روایت است که جبرائیل امین، ولی یک نکته را توجه داشته باشید که ادای رسالت آنچه که اسباب ادای وظیفه نبوت هیچ اثری نکرده، ولی فشار بر آن حضرت سنگین شدید و جادوگران معنا عجیبیه که اینها جادوها بعد مختلف هستند. بعضی را جادو میکنه که به کارایشون موفق نشه و تصمیم نتونه بگیره و از جنات و شیاطین میکنن که مغزشون فشار وارد میکنن. جنهای ماموریت پیدا میکنن به وسیله جادو، میاد به مغزش فشار وارد میکنن، همیشه او را از تصمیمی که میخواد بگیره، کاری که میگیره، به دیگه طرف منصرف میکنن، پریشان میکنن. آن حضرت صلی الله علیه وسلم پریشان کردن و این نوع جادوها میشه برای افراد مختلف خیلی هم میشه. و آن حضرت فرمودن بعض روایت که جبرائیل امین آمدند و دو تا سوره را آوردند و گفتند که شما را جادو کردند و علاج شما. بعض یک روایتی آمده که آن حضرت فرمود از خواب بیدار شد و فرمود مشکل من حل کردن، راهنمایی کردن. گفتند دو فرشته آمده، یک دو شخص که من خواب بودم بالا سر، یکی از شما یکی از دیگر سوال کرد که این نگرانیش چیه، تکلیفش چیه، خلاصه حدیثه. گفت که اینه جادو کردن.
گفت که جادو کردی؟ و دیگری جواب داد که این لبید بن اعصم و دخترانش جادو کرد. گفت کجا چگونه جادو کردم؟ گفت که اینا از شانه‌ها، دندان شانه‌های آن حضرت از موی مبارک کار گرفتن و اینها را در یک ترکیب که نخی هم بود و در اون 11 گره زده، به هر گره سوزنی هم زده و اینها را در همین شکوفه خرمای مذکر به اصطلاح، خرما مذکر و مؤنث داره، نر و ماده داره به اصطلاح، در اون مذکر شکوفش گذاشتن و کجای گفت توی چای زروان، اونجا زیر سنگ اینه گذاشتن. راهش همینه، راهش چیه؟ اینه که بره همینه بیرون بکنن و بالاخره مسئله حل میشه. آن حضرت از خواب بیدار شد، فرمود که من الله تعالی مسئله منال. بعد روایت که آن حضرت فرستاده، بعض روایت خود آن حضرت رفته و فرمود که من اینجا که بالای چای زروان نزدیک آمدم، این درختای خرما را به صورت همه جن من میدیدم، شیاطین میدیدم. یعنی اینجا نزدیک یک تجربه هست که جادو وقتی آدم با جادو نزدیک باشه اثرش بیشتر میشه و لحظه اینجا که با محل نزدیک شدن حضرت اثرش بیشتر شد. بعد اینه بیرون کردن فرستادن، چه آبش مثل رنگ حنا شده بود و شاید اون رنگ حنا از همین جادو اون آب هم اثر برداشت. بیرون آورده سنگا و جادو را بیرون آورده اینجا و گره ها را باز کردن. بعض روایت آمده که جبرائیل امین میخواندن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، 11 تا آیت بر هر آیه یک گره را باز میکرد، 11 گره زده بود و از بعض روایت معلوم شد خود آن حضرت خوانده. ممکنه خود آن حضرت و جبرائیل امین هر دو تا خوانده باشند. گره ها را باز کردن و جادو را تخریب کردن و این دندان شانه های آن حضرت را از یک بچه یهودی، جوان یهودی که برای آن حضرت خدمت میکرد و او خالصانه هم خدمت میکرد ولی او را فریب دادن. این جادوگران این دندان شانه را نیاز دادن، گرفته از او موهای مبارک آن حضرت را مجبور به بهانه گرفته و اینها توی همین ترکیب جادو بودن. بعض روایت اینطور نشان میده، بعض بزرگان نقل کردن که سر مبارک آن حضرت را از موم اصل درست کرده و تمام سر مبارک را سوزن زده و لحظه این اشار بر مغز آن حضرت و فکر آن حضرت وارد کرده، پریشانی آورده. لحظه این جادو را کیا کرده؟ یهودی ها کرده و یهودی ها همیشه یا انبیا را قتل کردن یا انبیا را جادو کردن و به انبیا نقصان رسوندن و کار یهودی ها جادوگری بود. آن حضرت وقت مدینه منور آمد اینا حسد کردن، این کینه سبب شد که اینا جادو بکنن و لحظه میگم ولی هم این حسد در دنیا تمام مشکلات حسد درست میکنه. متاسفانه حسد و کینه و تکبرش در آسمان میگه اولی حسد شیطان بود و در زمین اولی حاسد قابل بود که برادر حابیل اسلام و یهودی ها متاسفانه حسد دارن. جمیع کسان علماء برحق و علماء صالح و ربانی را که به عدالت امر میکنن و به حق توصیه میکنن یهودی ها میکشتن و جادو شیوه یهودی است و قتل انبیاء، قتل علماء، قتل انسان حقانی و ربانی همیشه شیوه یهود بوده. الله تعالی مسلمانان نجات بده و لحظه این سوره مبارک نازل شد. این دو تا سوره، اولی سوره در رابطه با آفتهای دنیا است و دومی سوره در رابطه با آفتها و مشکلات دینیه. چون دنیا مقدمه و ما توی دنیا زندگی میکنیم، بالاخره اولی سوره مبارکه فلک اینجا قرار داده که اینجا فراهندگی به الله تعالی از آفات و بلیات و مصائب دنیا است.
و پایان عرض می کنم که دو تا سوره واقعا مثل نداره. این گوهر و گوهر شناس باید باشه که قدر اینها را بدانه و از این استفاده بکنه. اینها برای امراض دنیا و آخرت شفاعن، علاجن و آب در کوزه و ما تشن لبانه. این سوره هست و ما درد میکشیم و مریضی میکشیم و پایان اگر فراموش نکردن ترتیبم خدمت شما عرض میکنم. قل اعوذ برب الفلق، شما بفرما ای رسول صلی الله علیه وسلم که من پناه میگیرم به رب صبح. اعوذ اینجا مستعیزی و پناهگیرنده. در هر پناه گرفتن بالاخره سه چیز موجوده. یکی پناهگیرنده، اینجا آن حضرت پناهگیرنده هم و جمیع کسانی که تا قیامت این سوره را بخونه، هر کسی که از ما تلاوت میکنه، حالا که ما میگیم اعوذ برب الفلق، به حضرت ما پناهندگی به الله تعالی در این حاصل میکنه. لحظه شما بفرما که من پناه میجویم به رب فلق. اعوذ مستعیز پناهگیرنده، رب مستعاذ به هست، یعنی او ذاتی که به او پناهندگی حاصل میشه. به طور مثال آن حضرت اگر پناه میگیره، ما پناه میگیریم، میشه پناه گیرنده. به که پناه میگیریم؟ به رب صبح پناه میگیریم. کلمه رب بین 99 تا نام که در ترمذی روایت شده برای الله تعالی، یکی از اون نامهای نیک الله هست که به معنای پرورش دهنده و تربیت کننده هست. الله هم با ما را تربیت میکنه، تربیت جسمانی ما را که متولد میشیم با شیر مادر، چون که مربی میدانه که ما توانایی هضم کردن غذا را نداریم، ولی وقتی بزرگ میشیم با غذا ما را تربیت. هم تربیت جسمانی الله، پرورش جسمی، و هم پرورش علمی و پرورش روحانی و معنوی مرا الله جان. برای پرورش معنوی قرآن نازل کرده، برای پرورش معنوی انبیاء را فرستاده، برای پرورش معنوی علمای حق فرستاده و انسانهای شایسته را فرستاده است که مردم را آموزش بدن، مردم را تعلیم بدن. ابتدا با علم کوچک تا برم ابتدا با الف و با تا سا و تا برم به قرآن عظیم الشان. لحظه این همه برنامه تربیتی پروردگار هست. لحظه الله ربا و مربی اعظم و مربی بزرگان و کار مربی هست که بچه ها را محافظت بکنه. حالا اگر در مدرسه یه آتش سوزی شد و همه مسئول مدرسه معلمان هم علامت کرده، برای اینکه گفته این بچه کوچک بوده و شما اینها را باید حفاظت میکنید. و اگر در مدرسه مشکلی برای دانش آموز پیش بیاید، معلم مقصره و مسئول مدرسه مقصره. در خانه مشکل پیش بیاید، مادر و پدر مسئولن، برای که مربی بچه ها حفاظت میخواد. نگهداری توی آتش خود را نیندازه، توی چاه نیندازه. مربی اعظم و مربی بزرگ رب العالمین، این همه برنامه خدا. معلم هم الله قرار داده، مادر و پدر هم الله قرار داده و همه اینا در راستای تربیت انسان ها هستند. و لحظه اینجا کلمه رب برای آنه که تحریک بکنه رب العالمین را، رحمت خدا را برای که پناهندگی خوب بده و رحمت خدا برخیزه به پناهندگی ما پناهندگان به الله تعالی. و اینجا این صفات ها معلوم میشه که توی دعا همیشه باید مناسبت در صفات های الله را برای جستجو کرد. و اینجا رب آمده بیشترین دعای قرآن بر رب و او هم روی همینم که الله مربیه و ما به مربیمون، به کسی دیگر نه، به پروردگارمون، به مربیمون پناهنده میشیم. و حکمت همین هست که بیشتر ربنا
و لحاظ اون دعایی که بر ربنا شروع میشه بر رب زودتر اجابت میشه و بهتر قبول میشه. پناه میجویم به رب فلک، رب صبح. الله تعالی هم رب صبح، هم رب شب، رب کل شیء. این قرآن جای آیات داره که اینها میخواهند مثلا که رب بگیرن رب دیگری و رب پروردگار و رب کل شیء. الله رب همه چیزه، لحاظا اینجا خدا رب همه است، اما اینجا رب صبح آمده. این مناسبت اینجا داره که فلک به معنی صبح، فلک معنی شکافتنه. مثل دانه را فالق الحب و النوا، یعنی دانه را که ما در زمین میاندازیم، خسته خرما را، دانه گندم را الله می شکافه و از اون گندم بیرون میآوره، بهار و سبزی و درخت بیرون میاره و فالق الاصبح هم از صبح بیرون میاره. و اشاره به آنه که بر تو که رب صبح هستی، مریضی را برطرف کن، سحر که تاریکی مریضی و درد که تاریکی مصائب و آلام که تاریکی، اینها را از ما دور کن و برای من روشنایی بیاور. چون تو رب صبحی، تویی که تاریکی شب را برطرف میکنی و روشنایی صبح بیاوری. تویی که دانه ها را باز میکنی و از اون درخت سرسبز و پر از ثمر و پر از میوه بیرون بیاری. پناه میجویم من به رب صبح و من شر ما خلق. اینها از این به بعد اینها چند تا مستعاذ منه، یعنی چیزی که جونه فنا از چه چیزی خواسته شده. فنا کسی که خواسته آن حضرت هست. من و شمایی به که پناهنده شدیم؟ به الله پناهنده شدیم که رب صبح و فنا از چه چیزی میخواهیم. این مستعاذ من شر ما خلق، از شر تمام آنچه که الله خلق کرده، تمام موجوداتی که الله تعالی خلق کرده و اونها عوارض شر دارن، ما از شرشون به الله پناه میبریم. چه اندازه این تو جامعه حقانیت قرآن عظیم و شان که الله چه جمله های زیبایی. من شر ما خلق که شما گفته یعنی از تمام شرها شما پناه خواست و هم از شر دنیای و هم از شر آخرت. من شر ما خلق، از تمام آنچه که مخلوق خدا. هیچ چیز اینجا توی جهان نیست غیر از ذات یگانه الله که مخلوق نباشه. خالق یکی و همه مخلوق. ما که گفتیم به شر ما خلق یعنی از شر همه چیز ما به الله پناهنده شدیم. جن و انس و جادوگر و هر دشمن و هر مریضی، از نظر بد و از کرونا و هر چیز سرطان و لحظه این علاج تنها جادو نیست، علاج همه مریضی. من شر ما خلق، شر اینجا این عام آورد و بعد چند تا تخصیص هم بعد از این تعمیم. روش قرآن همین عظیم و شان بسیار همینه که یک جمله عام ذکر میکنه، بعد به مناسبت چیزای خاصی را هم ذکر میکنه و این تخصیص به خاطر یک سری مناسبت هاست، مناسبتی که اینجا یاد میکنم. و من شر غاسق و پناه میجویم به الله تعالی خصوصا و بویژه پناه میجویم به الله تعالی از شر غاسق. شب اذا وقتی که فرا میگیره، شب زمان فرا میگیره که سفیدی غایب میشه و لحظه شب کاملا یعنی تاریک میشه. از شر شب پناه خواسته شده وقت تاریک میشه. چرا؟ که این وقت دشمن مار هم خارج میشه، گژدم خارج میشه، انواع حیوانات موذی و گزنده خارج میشن. دزد هم همین وقت شب دیگه از تاریکی شب استفاده میکنه
قاتل هم همین وقت میآید، رهزن همین وقت، و جادوگر هم از شر شب، از تاریکی شب. یک در شب میتونه مخفی باشه کسی نبینه او را، و دوم میگه جادو در شب بیشتر تاثیر داره تا روز جادو. لحظه یکی از اوقاتی که جادو میکنم متاسفانه شب هست. لحظه اینجا هم مسئله جادو مطرحه. لحظه از شر شب وقتی که این فرا بگیره، ولی تفسیر عمومیش معمولا همینه، ولی بعض فاسق را به معنی ماه کردن و هر وقت وقت ماه در ماه را ماگاه بگیره، یعنی خسوف بگیره، یعنی تاریک بشه، یا ماه غروب کنه، این وقت تاریکی شدیده و این وقت لحظات خطرناکی هستند که ماه را خسوف بگیری. بعضی این تفسیر کردن، ولی تفسیر عمومیش همینه که یک وقت ماه غروب بکنه، ولی همینه که شب وقتی فرا بگیره و یعنی تاریک میشه، یعنی این سفیدی که این طرف شب مقدار روشن نگه میداره این غایب میشه و دیگه تاریکی کامل میشه. این وقت خطرناکه و لحظات خطرناکه. چنانچه حدیث آمده که شما بچه ها را این وقت که شب تاریک میشه، بچه ها را داخل خانه بیارید، در را ببندید، درایتون را باز و این که نه تنها جن و شیاطین وقتی که خارج میشه، هر شر خارج میشه وقت، و لحظه بچه گم میشه همین وقت و دیگه آفتی و آسیبی بچه وارد میشه، درها بسته میشه و درهایتون همیشه بسته نگه دارید. در خانه باز نباشه که کسی میخواد داخل میشه داخل میشه، خصوص توی شب. و من شر نفاسات و مخصوصا از شر زنان دم کننده در گره. این زنان دم کننده در گره مانا جادوگر که گره میزنن و خود میکنن، میخوانن چیزی و دم میکنن. اینجا زنان هم چون کسانی که جادو کرده برای آن حضرت زن بودن، غالبا در شب جادو کردن و روی اینجا. و اگر نفاسات بعض صفت نفوس قرار داده به شر نفوس نفاسات باشه، شامل زن و مرد میشه. مطلق اینجا میشه که از اون جادوگرانی که گره میزنن و در گره ها دم میکنن. و من شر حاسد و مخصوصا و خصوصا این همه مستعاذ به هم از شر و مستعاذ منه از شر کینه‌توز و کینه‌ور. اذا حسد وقتی که کینه‌اش را میخواد اجرایی بکنه و عملی بکنه و وارد اجرا میشه. از شر کینه‌باز پناه خواسته نشده مطلق. کینه‌باز گفته هر وقتی میخواد کینه‌اش را اجرا بکنه. چنانچه لوید بن عاصم یهودی که ظاهرا مسلمان بود و منافق بود، کفرش را میپوشید، جادو کرد و او حسد و کینه که داشتن یهودی ها با این ترتیب اجرایی کردن و عمل کردن. حسد در زمانی که کسی کینه خیلی ها کینه داره ولی کینه شما نمیخواه اجرایی کن، نگاه میداره، او نقصان نداره. نقصان همون کینه داره که آقا بخواد بکشه، بخواد مال نقصان برسانه، سحری بکنه، ضرر برسانه. لحظه از شر حاسد پناه خواسته شده زمانی که او بخواد حسد کنه و کینه کنه. خیلی ها برای چیزای معمولی، یکی برای یک ازدواج وصلت هم بازی کینه میکنن و متوسل به جادو میشن، برای مال، برای عزت، برای جاه و کسی را الله نعمتی میده. و از گناه های سنگین، از گناه های بدترین گناه ها حسد. این ابلیس لعین حسد کرد و تکبر و متکبری، البته آدم متکبر بیشتر حسد میکنه. حسد هم زایده تکبره. ولذا وقتی آدم میگه که من، یعنی این نعمت من شایسته بودم، این مقام من شایسته بودم، و این مقام خلافت شایستگی منه، و این که سجده بکنم من باید آدم سجده بکنه. ولذا تکبر او را وادار به حسد کرد و حسد و تکبر همراه شدن در ابلیس.
و ابلیس الله لعنت کرد، خدا نجات بده من شما. حسد بدترین مریضیه، خدا من شما را نجات بده. و حاسد دشمن خدایی. چرا الله یک چیزی را به یکی میده، اگر کسی حسد بکنه یعنی این با خدا میخواد درگیر بشه، با خدا درگیره، مخالف خدایی که تو به این جای نعمت دادی، آخه تو چه ربطی داره؟ خدا بهتر میداره به هر کسی. یکی صورتش را زیبا میکنه، یکی را مال میده، یکی را اللہ تعالی دیگه نعمتی علم میده، یکی را پست و مقام خدا داده، تو چه حسد بکنه؟ و لحظه از شر حاسد اینجا هم پناه خواسته شده و این اولین پناهندگی در رابطه با مسائل دنیای و آفات دنیای و سوره جامعه و شامل تمام آفات. و این سوره که تمام میشه بعد سوره دوم مطالب خدمت شما عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اونجا اون شری که ببخشید من این جلوتر بگم. قل اعوذ برب الناس، پناه میجوید برب الناس. اینجا هم مستعیذ، اعوذ مستعیذه. هر کسی که تا قیامت سوره را میخوانه، حضرت رسول مستعیذ بودن، پناه جستن به الله تعالی همه ما تا قیامت. و برب الناس مستعاذ به و من شر الوسواس الخناس مستعاذ منه. اینجا پناهندگی شده به رب الناس، به رب مردم. و چون اینجا پناهگیرنده هم مردم هم ناس هم. و الله تعالی رب کل شیء همه چیزه. و وقتی رب هر شیء رب انسانه، و لحظه اینجا پناهگیرنده انسان هم. و این شیطان برای انسانه، برای چیزهای دیگه این شیطان نیست. شیطان برای حشرات و برای ماهی ها و برای حیوانات نیست. شیطان دشمنیش با انسانه. لحظه اینجا پناهگیرنده از سرسخت‌ترین دشمن و بزرگترین دشمن که شیطانی هست. اونجا یک صفت خدا، یک برم فلک ذکر شد، اینجا نه 3 تا ذکر شده است. قل اعوذ برب الناس، اولی برب مردم ما، یعنی الله رب مردمه. و این حق بندگانه که مربوب فروردگاران و فروردگار ربشونه که این انسان هر نجات بده. ربوبیت تقاضا میکنه، ربوبیت ناس که مردم الله تعالی نجات بده. ملک الناس یعنی پادشاه مردم. علاوه که الله رب ممکنه دیگه مربی هم باشه، ولی الله علاوه که رب و ملک الناس، مالک الملکان و پادشاه مردم. و پادشاه یکی از وظیفه‌اش و حکومت آنه که برای رعیت، حفاظت رعیت تلاش کنه. یک حاکمی را شنیدیم توی همه مریضی کرونا، تصویرش را دیدیم که داره گریه میکنه و اشکش میچکه و آرزو میکنه الله تمام اسباب میگه به کار برده و مردم حقوق تعیین کرده که توی خانه های تو بشینید کار نکنید، ما شما را مخارج میدیم. و گریه میکنه که کاش که این کرونا به جای شما من بگیرید، کرونا شما بر من بیاید که من مسئول شما، حاکم شما و شما رعیت. بالاخره در بدر نشد و مریض نشد. و الان توی همین کشورها، الان توی همین سیستم فعلی و گذاشته همین بوده که اگر یک نفر اینجا زندانی مثل یک نفر ببینید توی ایران زندانی میشه، امریکایی، فرانسوی، آلمانی، ببین همه حکومت با تمام دیپلماسی پیگیر میشه که اتباع من آزاد کنه. و پادشاه و حاکم کارش اینه که رعیت حفاظت بکنه. لحاظا ملک الناس صفت آورده که پروردگار تو پادشاهی مایی و پادشاهی تو پادشاهی حقیقیه. اینا حکومت ها، اینا پادشاهی شور و حکومتشون مجازیه، الله حکومتش حقیقیه. به تو پناهنده میشیم، اله الناس و معبود مردم. این شومی صفته که
پروردگار معبوده و همه ما عبادت کننده الله. که یکی از کارهای معبود اینه که از ضرر دفع کنه و نفع جلب. الله میگه شما عبادت میکنید اونجایی که مثل حضرت عیسی را مطرح میکنند و مسیح حضرت عیسی را معبود گرفته، میگه یا شما عبادت میکنید کسی را ما لا یضرکم ما لا یضر و لا ینفع، ضرر و نفع در دست حضرت عیسی نیست، در دست مخلوق نیست. نفع و ضرر تنها در دست الله. لذا الله اله و معبود مردمه، لذا اینجا پناهندگی حاصل شده به معبود مردم. سه تا صفت ذکر شده. اونجا یک صفت رب فلک بود و اینجا که جادو بود، سحر بود، ضررهای دنیا بود، اما اینجا این ضرر آخرت، خطرناکترین ضرر آخرت. اینجا پناهندگی بزرگ است و لحاظا برب الناس، ملک الناس، اله الناس، چون مقام دعای اینجا ناس 5 بار توی این سوره ببخشید یا 4 بار توی این سوره تکرار شده است، بله نه 5 بار. لحاظا این ما چون دعای و در دعا تکرار اشکال نداره که تکرار میشه و تصریح میشه و لحاظا اینجا لفظ نه صراحتا آورده شده است. ما پناه میگیریم به رب الناس، پادشاه مردم، معبود مردم، از چه چیزی؟ من شر الوسواس، از شر وسواس. شر وسواس به معنی مصدر، به معنی وسوسه و اینجا مراد شیطان هست. شر الوسواس، شر او، از شر وسواس ما پناه میگیریم. این شیطان اینجا وسواس گفته، در حالی که شیطان موسوسه، وسواس نیست. وسوسه می اندازه، ولی از بس که وسوسه می اندازه خود شیطان تبدیل شده به وسوسه. مثل که کسی رو میگه فلانی ایمانه، الان که فلانی ایمان نیست، مؤمنه، ولی انقدر ایمان داره که میگه یعنی خود وجود او تبدیل شده به ایمان. بله توی اصطلاح هم همین فلانی عدله، عدل نیست، عادله، ولی وقتی که زیاد یک کسی حاکمی عدل بکنه میگه فلانی یعنی خود عدله. شیطان وسواسی و لحاظا که وسوسه کارش وسوسه در فن وسوسه بسیار ماهره، به انواع وسوسه ها متوسل میشه، دنیای مردم خراب میکنه به وسوسه، دین مردم خراب میکنه، آخرت مردم هم به خود خدا به شک میاندازه، به قرآن به شک میاندازه، به دین به شک میاندازه، با وسوسه فحش میده و هر وسوسه در دل انسان میاد. خطرناکه، مبتلین مریضی، بعضی استرس اعظمی وسواس مریض میشه و صحابی آمد گفت یا رسول الله من میخواهم که مثلا حرفای شیطان توی دل من میآید که من میخوام بسوزم توی آتش و تبدیل میشم به زغال، ولی این حرف از زبان من خارج نشه. گویا این ایمانه گفت که الله شیطان گذاشته همین حرفا را از زبان مردم، عمل مردم میآورده، الله که نمیتونه بیاد وسوسه میاد. گویا علامت ایمان. این شیطان دوز همیشه دوز به جای بانکی میرود که بدانه که پول، خانه میرود که بدانه پول داره، دوز به خانه خالی نمیده. شیطان هم جایی که میده سراغ ایمان هست، مسلمانی هست، میره وسوسه میاندازه و پریشان میکنه. آگاهی کسی وضو گرفته میگه وسوسه میاندازی، پا نشستی، سر مس نکردی، دست را نشستی، نماز میخوانه تمام میکنه، میگه تو 3 رکعت خواندی، وسوسه میاندازی، آدم نمیدانی که 2 رکعت یا 3 و همه این البته علاج داره. و لحاظا این شیطان دشمنه، کارش وسوسه. توی نماز اسکو قضا میگی، میبری حواسایت از این طرف برمیگی دیگه طرف میبری، از اون طرف برمیگی دیگه طرف میبری، درگیر در نماز و در جنگ در نماز که نماز ما درست و صحیح ادا نشه و همهش ما پریشانی ادا میشه. من شر الوسواس، از شر وسواس
یعنی شیطان. الخناس، اون شیطان وسوسه که خناسه. خناس یعنی عقب رونده. وقتی که خدا را یاد میکنه آدم، شیطان خود را عقب میکشه تا به یاد اللہ تعالی را نداره و لحاظا عقب میکشه. حدیث است که وقتی اذان شروع میشه شیطان فرار میکنه، کلمات اذان را نمیتونه بشنود و چنان فرار میکنه و اینقدر سرش فشار میاد که از شکم او باد خالی میشه و تا جایی میری که صدای اذان را نشنود. بعد برمیگرده میاد، اقامت که شروع میشه مجدد فرار میکنه تو همون کلمات اذان و اقامت که تمام میشه الله میاد که نماز حرام و شیطان کارش همینه. رفتن او، برگشتن او که لحظه‌ای است، خیلی شیطان سریعه و نماز تخریب میکنه. در نماز و برای نماز شیطان مخصوص و ورزیده و زبده تعیین شده و برای هر نفر شیطان تعیین شده. گفته یا رسول الله برای شما من هم شیطانی دارم و شیطان من مسلمان شده است. شیطان جنن اینها میتونم مسلمان، اون شیطانی که الله اون لعنت و رفتی که او یکیست، ولی همه جنای کافر لشکری او هستند. همه اینها کارشون همینه که از طریق وسوسه مردم گمراه بکن. الله نجات بده. بعضی را دیوانه میکنن با وسوسه. اگر این سوره ها را تلاوت بکنن دیوانه هم نمیشن و از شر شیطان نجات حاصل میکنن. الذی یوسوس، الذی بله وسواس الخناس، الذی یوسوس، او شیطانه که وسوسه میاندازه، وسوسه میاندازه در یوسوس فی صدور الناس، بیان وسواس و شیطان هست. او چیزی وسواسه که وسوسه میاندازه در سینه مردم. معلوم است که محل فعالیت او در صبح نیست، محل فعالیت او دله و لحاظا در دل فعالیت میکنه. او نزدیکای دل مستقره، آنجا جای داره و او از اونجا تجریک میکنه وسوسه. اگر چشم عمل میکنه، چشم چون تحت فرمان قلب، دست عمل میکنه، پا عمل میکنه، همه اینا از قلب که شیطان انجام وسوسه داشته و دل تحریک کرده است و میشه سرچشمه میگیره. به یکی میگه پوشه بده، به یکی سیویه بزن، یک کسی رد میشه از اینجا نامحرم میگه نگاه کن، مال مردم نگاه کن و این همه از دل برمیخیزه و دل اونجا و مرکز رفته و مرکز ما را که قلب هست اونجا تحریک میکنه و وسوسه میاندازه. من الجنة والناس، من الجنة بیان باز همین الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسه میاندازه در سینه. اینا کیا هستن؟ چه مخلوقی هست؟ میگه از جنها هستن و از مردم. معلوم میشه که شیاطین هم جنی هم انسی، تنها جنی نیستن. لشکر ابلیس و لشکر عزازیل اینها خواه جن باشه یا انس، همه وسواسن که در دل انسان وسوسه میاندازه. این همه شیاطین جنی و انسی داره. قرآن تصریح میکنه جای دیگه که الله تعالی در مقابل انبیاء علیهم السلام شیاطین الجن والانس و ان شیاطین الجن و ان الشیاطین لیوحون الی اولیاء لیجادلوک. جای هست که از جن و از انسان هستن اینها. و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض. اینها به یک دیگه الهام میکنن و القا میکنن که شما در مقابل انبیاء چیکار کنید. الان این شیاطین جنی و انسی با هم در تماسن
و شیاطین جنی در دل شیاطین انسانی میاندازه که شما چکار کنی علیه حق، علیه اهل حق، علیه انسانهای دیگه چکار بکنه. و این شیاطینی که جنگ درست میکنه و شیاطین جنی و انسی هست. و سوال اینجا اینه که شیاطین انسی چگونه وسوسه میاندازه؟ شیاطین جنی که در قلب وسوسه را میاندازه، و شیاطین انسی چگونه؟ شیاطین انسی همین حرفی رو میزنه. کسی میخواهد الان کار خیری را انجام بده، او میاد بابا میخواد در راه الله تعالی 1,000,000 تومان بده، اما تو 500,000 تومان بده، 100,000 تومان بده. همین حرف را میزنی، این حرف را توی قلب شروع میکنه به وسوسه. کسی را تحریک میکنه به پشت، تو را این حرف زده، فلان گفته، آقا این آدم مفسده، این باید کشته بشه تا مردم راحت بشن. این حرف را میزنه و این شروع میشه بعد توی قلب میپیچه و وسوسه میکنه. لحظه این وسوسه هر دو میاندازه، شیاطین جنی و انسی. کسی را مرکز جماعت تازه میخواستم بسازم، خیلی را گفتم، آقا گفته شما با من بیایید، همسایه مسجد بود، من رفته خونه ایشون ترغیبش دادیم. او زمانه گفت من 400,000 تومان میدم. 400,000 تومان پولی خیلی کم. ما گفتیم مسجد بس میکنیم. ما که رفته پشتر ما شنیدی که کسان دیگر وارد شده، خانم تو را چه شده؟ 400,000 تومان. تو 100,000 بده، تو 50 بده. حرفی بالاخره اینم منصرف کرد. برگشتم بیرونم گفتم همون بنده خدا الله وفات کرده، الله تعالی بری که رحمت کنه، نگذشته که پول نبده. بسیاری اوقات همینه، شما یک کاری را نیت میکنید، کسی که با شما نزدیکه او شما را منصرف میکنه، زن و بچه منصرف، هر کسی که ما را از راه خیر منصرف میکنه همین شیطان و کار شیطان هم میکنه. یا هر کسی که ما را به کار گناه وادار بکنه، ولی اون که زن و بچه ما باشد، برادر و عزیز ما باشد، این شیطان، کار شیطان میگه. لذا شیطان از این انسان کار میگیره، جنه کار میگیره و اینها به هر حال هستن که این کار را انجام. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة. الان ما میگیم گاهی که واقع شیاطین جنی متاسفانه فعالتر از شیاطین انسی، از جنی هم فعالتر و خطرشون هم بیشتره. خطرشون بیشتر است که روبرو میاد صحبت میکنه به لباس خیلی خاص، صحبت میکنه به لباس خیلی دلسوز، نه به لباس دشمن. او هم شیطان به لباس خیلی خاص وسوسه میاد میگه اینطور بکن، این برای تو کرد. و لحظه این پناهندگی اینجا از شیطان بود و پناهندگی برای آخرت بیشتر و روی اینجا بیشتر به صفات الله تعالی توسل شد و نامهای زیبای پروردگار که ملک و اله و رب هست اینجور کار و این دو تا سوره زیبای قرآن عظیم و شان و واقعا اینها بهترین علاج، بهترین علاج. و اگر من شما بدانیم، اگر بدانیم قدر این سوره، اینا را باید من شما همانطور که در حدیث آمده بعد از هر نماز، بعد از هر نماز میخونده. جمله از حضرت مولانا پالنپوری رحمه الله که مولانا میگه من از تفسیر ایشون استفاده کردم، این تفسیر ایشان، ایشان شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبندن و هم از کنم که بزرگترین مدرس او مدرسه، صدر مدرس به اصطلاح اونجا و ایشان همین دیروز یا فریروز وفات کرد. دیروز وفات کرد و من تفسیر او چیزی نگاه میکنم، گفت که من معمولات خود را گفت که بعد از هر نماز گفت من این سوره موعظتین تلاوت میکنم و لحظه هم توصیه کرده حدیث است که شما بعد از هر نماز بخونید.
و بعد از شما این توصیه آمده که شما صبح و شام سه بار، یعنی سوره قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سه بار تلاوت. و آن حضرت تلاوت میکردن اینها را که مریضی داشت دم میکردن به دست و به صورت و به قسمت جلوه بدن میمالیدن، صورت و سینه و دستها و هم دستی میکشیدن. و وقتی که حضرت مریضی وفات بود، حضرت عایشه میفرمایند که من میخواندم معوذتین و به دست مبارک فف میکردم، آن حضرت دسته خود را به خود میمالید. گفتن که حضرت مریض خودشون نمیتونم بخورم و لحاظا برای حضرت سخت من میخواندم و دم میکردم به دسته. گفتن در دست من دست مبارک حضرت به بدن مبارک مالیده میشه بهتره، لحاظا حضرت به بدن خود میمالید و لحاظا این جادوی حضرت همینه باطل کرده. و هر کسی که خود را دم بکنه جادو و سحرش اثرش کاهش پیدا میکنه و انشاءالله به مرور زمان کلیه تاثیراتش از بین میره. شما مرتب متاسفانه الان من تاسف بر خودمون هم میکنه که خودم هم پابندی نمیکنه. پریشب من اونجا نماز میخواندم، من دیده حواسم خیلی فرده، حواسم جمع میکردم تا نمیشه. من خواندم همه های کرسی را خواندم، قال موسی ما جئتم به السحر فلما جاء السحر، خواندم این در دم کردم خود را. من بلند شدم بلا فاصله اثر از ذهن من چنان رفت که دیگه این فشار از سر مغز من رفت. متوجه شدم که فشار به سر همه شیطان و جادوی مختلف زیاد و لحاظا بهترین راه مقابله با جادوگران و با نظر بد و حتی با کرونا، اگر شما این مرتب بخونید کرونا نمیگیره شما. کسی دعای گفت که حضرت به من آموخته و گفت اگر ما این دعا را نخوانیم و یهودی ما را اینجا نمیگذارم برای زندگی مطلب بیان مفهوم است، مفهوم حدیثه. و یهودی ها ما را اصلا جادو میکنند و تبدیل میده خود ما را به حیوان و یعنی عقل و دانش انسان میگیرن. خودش فلج شده بوده قسمت ظاهرا سکته. گفتن که شما که این دواره که میخواهید چرا خودت رو فلجی؟ گفت من همون روز که این فلج آمده به سراغ من فراموش کردم و اون روز این دواره نخواهد. لذا این را وظیفه زندگیتون قرار بدید که قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب خصوصا اگر همراه با قل هو الله باشه 3 بار صبح و 3 بار شام بعد از هر نماز بخونید، همین وسواس شیطان هم از سر شما، اینجا شر وسواسه، اما تنها جادو نیست بلکه این وسواسه را هم الله کاهش میده. حالا بنده که از میکنم که خودم را دم کردم بهتر شدم، در جا بهتر شدم. و بعضی اوقات کسی گاهی توی خانه میگه که سرمون گیچه، مثلا همینا را که میخوانه در جا میگه حال ما بهتر شد. این وسوسه را دفع میکنه. نه تنها جادو هست، وسوسه شیطان را دفع میکنه. وسوسه میشه این حیاتیه. هم تعویض مجانی چرا پول میدی؟ چرا بپیشید ملا فرار کنید که ما را دم بکن، آسایش اونا را هم به خطر میاندازیم و خود ما سرگردان میشیم. خودتو این تعویض در اختیار شما مجانی. آیه کرسی بخونید و فلما جاء السحرة قال لهم موسی ما جئتم، از اینجا بخونید تا مجرمون اینجا. و اگر این را دم کامل خود معوذته دم کامل و این را که بخونید دیگه انشاءالله آثاره. بله کسی گفت خانه آمدم من خیلی عصبانی گفتن که بچه گفت شما خیلی امروز اینطوری. من گفت که تمام سیستم بدن من به هم خورده بود و عصبانی بود. اینجا آب بود، من از این آب خوردم. من آب را که محضی که خوردم من دیده حال من خوب شد.
بعد گفت که من گفته که حال من خوب شد. من گفته این آبا چه بودن که من خوردم؟ گفته این آبا را کسی دم کرده. همین آبا را که من خوردم. بعد اون کسی که دم کرده بود اون آبا را، او همین قال موسی ما جئتم بالسحر و دو تا معوذه نخوانده قل اعوذ برب الفلق. آبا برای بچه دم کرده بود داده بود. او سرپرست خانواده و پدر بچه ها میگه به محض که من این آبا را خوردم حال من خوب. من نمیدونسته که آبا چیزی این برکت معوذتین هست، برکت آیت کرسیه. اینا را همیشه داشته باشید در شرایط کنونی دنیا. شما الان بخورید انشالله کرونا نزدیکتون، مردمی که دمی نشان بده. بهترین دم همینه که قرآن عظیم الشان من شر ما خلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس و اینها را بخونید انشالله الله تعالی شما را حفاظت میکنه. قرآن شفای هم برای جسم ما و هم برای روح ما، معنویت ما، هم از جهل و شرک و کفر ما نجات میده، از ضررهای معنوی و از ضررهای دینی. لحظه مرتب اینها را بخونید و اینها برکات و همین که عرض کردم آب در کوزه و ما تشنه لبانیم. ما علاجمون خود با خود داریم، شفایمون با خود داریم، ولی غفلت کوتاهی میکنیم. الله تعالی من و شما را توفیق عنایت بکنه. و بهر آخری توصیه بنده خدمت همه ها یکی همینی که انشاءالله قرآن محکم بگیرید، قرآن لازم بگیرید و قرآن عظیم الشان هم مفهوم قرآن، معنی قرآن و هم الفاظ قرآن، هر دو مهم. ناظر قرآن یاد بینید بعد تلاش باشید که معنی قرآن هم بلد. الحمدلله امروز تفسیر، ترجمه به زبان فارسی و همه زبان فراوان است، ولی که با استاد بخونید و بعد از این تفاسیر به راحتی میتوانید استفاده بکنید. و یک توصیه در رابطه با قرآن، دوم توصیه در رابطه با رمضان که ماه نزول قرآن است، همینی که رمضان در حال وداعه و امشب 27 هست و بالاخره ما در پایان رمضان هستیم و انشاءالله این لحظات بسیار ارزشمند است. از این لحظات استفاده بکنید و توجه کنید. انشاءالله شبها آن حضرت بیدار نگه می داشتن، زن و بچه را بیدار، نماز، ذکر، تلاوت، به اعمال استغفار و استغفار مشغول باشید، صدقات و خیرات بدید و به مدارس دینی مخصوصا کمک کنید و دارالعلوم زاهدان همیشه هم دعای خیر کنید، ولی همه مدارس و دارالعلوم و هم انشاءالله کمک های خودتون را برسونید. الله تعالی توفیق بده. مردم متاسفانه خیلی چیزا که قرآن راهنمایی کرده ما دوریم از قرآن، فاصله داریم. نه تنها از معوذتین فاصله گرفتیم که این همه بلاها سر ما میآید، بلکه ما از خیلی قرآن خیلی جا مخصوصا همین دادن صدقات و خیرات. بعضی خیال میکنه که ما دادیم پول ما کمتر میشه. ما این فکر میکنیم و این فکر 100% غلطه و این فکر اشتباهه. صدقات و خیرات مال ما را اضافه میکنه قرآن میگه. هرچه شما میدید الله جاگزین بیشتر به شما عنایت میکنه و تا 700 و بیش از 700 الله تعالی والله یضاعف لمن یشاء اجر عنایت میکنه. و مردم این همه زحمت میکشن توی دنیا و میگذارن و با دست خالی به برگ الله میرن. میگم برای بچه ها، بابا بچه ها نیازشون کمتره، زنها که میمونن نیازشون کمتر، نیاز شما که به آخرت میرید بیشتره. شما به قبر میرید اونجا هیچ کسی شما را کمک نمیکنه. بچه هایتون اینجا کسی در میاد که دست شما بگیره. بالاخره بچه ها را هم فکر بردارید. نمیگه که بچه ها را ویل کنید، بله برای آخرت فکر بردارید. که ثروتمندان مالداران که مالا میگذارن میروند پریشان میشن، افسوس میخورن، آخری لحظات میگوین درخواست میکنه که مارا مولتی میدادید تا صدقه میکنید. والله میگه ما هیچ کسی
معلوم میشه که یکی از بالاترین چیزی که انسان صالح میشه دادن مال بدید صالح میشه. فاصدق و اکن من الصالحین. زمان صالحی قرار میگیرید که مال بدید. مال داشته باشید ندید نخیر از صالحین نمیشید. بدید. دادن خدا میده. خدا ده همه مخلوقات الله روزی میده و لحظه شما بدید و خود را با رب العالمین نزدیک کن در دادن. الله تعالی توفیق عنایت کنه. این سعادت به زور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشد. تا الله نده توفیق نده هم از دست انسان سعادت مال هر کس نیست. میده مال و پریشان نیست. بله این بده مال و قرآن تلاوت کنه که الله عوض میده در دنیا و عوض میده در دنیا. کسانی که تجربه کردن اونا خوب میده. روز یک جوانی گفت که بالاخره یک چیزی گفت که اونایی که تجربه کردن جوان دست دهنده اونایی که تجربه کردن دیگه میدونن که چه برکاتی در دادن هست چه خیری در دادن هست. اونایی که تجربه نکردن میترسن. الله تعالی من شما رو توفیق کنه. مولانا چیزی دیگری داشت؟ امسال به هر حال مریضی آمد و این مریضی هم الله آزمایش کرده من شما را آورده و سبب خطاها و گناهها و خونریزی ها فسادی که در دنیا و ظلمی که در دنیا ہے این نتیجه شامل آخری کرونا آمد و دعا کنیم که انشاءالله الله تعالی این مریضی را برداره و با دعا این برداشته میشه با توبه و استغفار برداشته میشه. دیگه دولت ها همین دیروز حرف یک راز مسئولین بزرگ دنیا بالاخره گفت که همه ما آمادگی کرده بودیم برای هر حوادث ولی الله چیزی را آورد که هیچ کاری از دست هیچ کسی ساخته نیست. همه ما زانو زدیم ببر کردیم. زانو زدیم تصمیم زدیم از دست ما کاری ساخته نیست. بیشترین تلفات علی امریکایی ها خیلی تلفات دادن. نزدیک به 100,000 نفر امریکایی کشته داد و امریکا با این ادعاها و با این امکانات اروپا با این امکانات بیشترین درجه های تلفات ها بیدن. معلوم میشه که این دست هیچ کسی نمیرسید. اگه دستی نمیرسید کاری میکن. تو این است که باید همه میگه الله را باید جاری بکنه که الله مریضی را برداری و پشت سر این مریضی بعد آفت سنگین‌تر دیگه آفت نبرسته و ما را متوجه بکنه به مسئولیت ما وظایف ما درست عمل بکنیم صحیح عمل بکنیم و الله تعالی همه ما را نجات عنایت کنه.